وزارت صحت عامه در راستای تحلیل مصارف صحی ارقام مصارف BPHS و EPHS سال 2023 را جمع‌آوری نموده با توجه به امکانات محدود این کار را که در ذات خود یک نوآوری و ابتکار بی‌نظیر به شمار می‌رود، همکاران اداره تمویل صحت و اقتصاد توانستند این فعالیت را با موفقیت انجام دهند و ارقام مبتنی بر حقایق و به موقع در مورد هزینه‌های بسته‌های BPHS و EPHS و ذی‌نفعان و شریکان سکتور صحت ارائه نمایند. حاضرین گرامی، این ورکشاپ فرصتی است تا با همدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازیم و بهترین راهکارها را برای بهبود پالیسی ناشاد و مدیریت منابع انسانی در سکتور صحت پیدا کنیم. امیدوارم که با همکاری و همفکری یکدیگر بتوانیم به نتایج مثبتی دست یابیم که در نهایت به نفع مردم عزیز کشورمان باشد. و امیدوارم که در نتایج این نشست به بهبود کیفیت خدمات صحی و بهبود شرایط کاری کارمندان ما منجر گردد.